برنامه‌های تعلیمی احزاب سیاسی باید با معیارهای ارزش‌های مردمی و ملی باید آراسته باشه، نه با اساس تجاوزات فرهنگی که از طرف کشورها میان و در اینجا بعضی برنامه‌های خود میان تشریح میکنن و اینمون سلسله تعلیمات و فرهنگ خود میخوان به شکل تعرض آمیز بالای جامعه دیگری بپذیرن و جامعه دیگری را تحت تسلط فرهنگی خود بیاره. زمانی که احزاب تشکیل میشه و باید برنامه تعلیمی خود با اساس عرف و عنعنات مردم داشته باشه، با اساس دین و مذهب خود هم مردم و ملت داشته باشه، تا برنامه تعلیمیشان در تکر با ارزش‌های ملیشان نباشه که متاسفانه در افغانستان امروز است. تعدادی از احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی برنامه‌های خود از دیگر کشورها میگیره و او را میارن در اینجا پخش و نشر میکنه و به خاطر ترویج فرهنگ دیگران در داخل یک کشور فعالیت میکنن که را به نحوی میتونیم که تجاوز فرهنگی هم تلقی کنیم. احزاب اگر میخواین که در بخش تعلیمی کار کنن، در بخش فرهنگ کار کنن و همچنان در بعض از برنامه‌های تعلیمی را به اساس معیارهای ملی فرهنگی و همچنان به اساس اصول ارزشی اینمو جامعه داشته باشند و برنامه‌های تعلیمی خود انجام بدن.